سلام و درود به شما بینندگان کانال مدیاورس. خوش اومدید عزیزان. من حسنم و توی این ویدیو میخوام 7 فیلم فوق تماشایی رو به شما عزیزان معرفی کنم. حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید که فیلمای این هفته واقعا خفنن. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال رو فراموش نکنید و بدون معطلی هم بریم سراغ معرفی فیلم هامون. شماره 7 ما فیلم علمی تخیلیه که کمتر دیده شده. Whatever it is, building an army out there. What is this? It's evolution. This isn't evolution. It's an abomination. ترانسندنس یا برتری، فیلمی که سال 2014 با نقش آفرینی جانی دپ به کارگردانی والی فیستر ساخته شد. کارگردان این فیلم در واقع از معروف‌ترین فیلمبردارهای دنیاست که سگانه بتمن نولان و فیلم‌های پرستیژ، ممنتو، اینسومنیا رو هم فیلمبرداری کرده و برای اینسپشن برنده جایزه اسکار هم شده. داستان این فیلم به شدت جذاب دوستان. یک دانشمند کنجکاو که تلاش میکنه مغزش رو توی یک ابر کامپیوتر آپلود کنه و سعی داره تا یه هوش مصنوعی قدرتمند رو خلق کنه. اما در ادامه اتفاقات بدجور عجیب میشه که اینجا جاییه که شما باید فیلم رو تماشا کنید. جالبه که بدونید خود شخص کریستوفر نولان از تهیه کنندگان این فیلمه. ترانسندنس در حال حاضر تونسته از سمت مردم نمره 6.2 از 10 و از منتقدین هم نمره 37 از 100 رو دریافت کنه. این فیلم خیلی کم دیده شده و توی همون سال 2014 با وجود رقبایی مثل اینترستلار، اگز ماشینا و ایج آف تومارو نتونست خودی نشون بده. اما الان وقتشه که حتما این فیلم رو تماشا کنید. فیلم بعدی داستانی افسانه‌ای از دل تاریخ سامورایی هاست. 47 رونین، فیلمی که سال 2013 با بازی کیانو ریوز ساخته شد. کارگردان این فیلم کارل لینچه که همین چند ماه پیش 50 میلیون دلار ناقابل سر نتفلیکس کلاه گذاشت. داستان این فیلم که نویسنده‌ش هم حسین امینیه در مورد 47 رونینه که رونین به سامورایی هایی میگن که اربابشون رو از دست دادن. این 47 سامورایی برای گرفتن انتقام قتل اربابشون اقدام میکنن که توی این راه کلی اتفاقات عجیب انتظارشون رو میکشه. به طور کلی فیلم جذابیه، سکانس های اکشن و فضای فانتزی بسیار خوبی هم داره که حسابی شما رو سرگرم میکنه. در نهایت مردم نمره 6.2 از 10 و منتقدین هم نمره 28 از 100 رو به این فیلم دادن که مشخص این فیلم فقط و فقط برای مردم و سرگرم کردن اونها ساخته شده، نه منتقدا و داورا. فیلم بعدی هم از دیده نشده های بسیار خفنه. I'm not gonna do that. Earth is my home. اوبلیویون یا فراموشی، فیلمی که سال 2013 با بازی تام کروز و مورگان فریمن به کارگردانی جوزف کوزنسکی ساخته شد. از این کارگردان حتما فیلم بسیار زیبای تاپ گان موریک رو دیدید. داستان این فیلم در مورد آینده دور از زمینه که حالا فقط یه خرابه از زمین باقی مونده و انسان‌ها توی مریخ زندگی میکنن. اما در داستان ما یک مأمور که تام کروز باشه به کره زمین فرستاده میشه تا منابعی رو از زمین به دست بیاره. اما وقتی به زمین میرسه سوالات عجیبی مغز اون رو درگیر میکنه. فیلم بسیار خوش ساخته دوستان و پایانی واقعا قابل قبول داره. در نهایت مردم به این فیلم نمره 7 از 10 رو دادن و منتقدا هم امتیاز 54 از 100 رو به این فیلم دادن. با اینکه این فیلم خوراک ساخت قسمت دومش هم بود ولی هیچ وقت این قسمت دوم ساخته نشد و همین یک فیلم باقی موند. شماره 4 لیست ما به جرئت از خفن‌ترین فیلم‌هایی که خود من تا به امروز دیدم. فستر یا سریعتر، فیلمی سراسر اکشن خالص که سال 2010 با بازی دوین جانسون یا راک خودمون ساخته شد. این فیلم از فیلم‌هاییه که دلیل معروفیت راک تو سینمای امروزه. داستان جذاب این فیلم در مورد مردیه که بعد از 10 سال از زندان بیرون میاد تا انتقام مرگ برادرش رو بگیره. اون به محض آزادی یک به یک سراغ اونها میره. این فیلم اکشن به شدت جذاب و لذت بخشی داره. امتیاز کاربران به فیلم فستر تا به امروز 6.4 از 10 و نمره منتقدینش هم 40
41%. اگه نظر منو میخواید بی خیال نمره‌اشید. حتی بعد از 14 سال از ساخت این فیلم، فاستر هنوز از 99% فیلم‌های اکشن امروزی خفن‌تر و قشنگ‌تره، یا حداقل اینه که من به شدت این فیلم رو دوست دارم و بعید میدونم که کسی باشه که این فیلم رو ببینه و خوشش نیاد. پس به هیچ وجه دیدن این فیلم رو از دست ندید. فیلم شماره 3 از بهترین های سال 2017 میلادی و ردلی اسکاته. I do not have the money to spare. No one has ever been richer than you are at this moment. What would it take for you to feel secure? All the Money in the World یا همه پولهای جهان، فیلمی که سال 2017 با کلی ستاره و یک کارگردان بزرگ به اسم ردلی اسکات ساخته شد. این فیلم درست 20 روز قبل از اکران درگیر اولین اتهامات کوین اسپیسی شد و توی مدت 15 روز عوامل این فیلم مجبور به جایگزینی کریستوفر پلامر با کوین اسپیسی شدند که در نهایت پلامر نامزد اسکار هم شد. اما داستان شگفت انگیز و جالب این فیلم که واقعی هم هست در مورد دزدیده شدن نوه ثروتمندترین مرد دنیا توی سال 1973 میلادیه. آدمرباها درخواست 17 میلیون دلار کردن، اما شاید باور نکنید که این مرد ثروتمند حتی حاضر نبود برای جون نوه‌اش $1 باج بده، چه برسه به 17 میلیون، با اینکه اون ثروتمندترین مرد دنیا بود. این فیلم فوق‌العاده است دوستان. نمره مردم به این اثر تا به امروز 6.8 از 10 و امتیاز منتقدینش هم 79 از 100. همه پولهای جهان نمونه یه فیلم به شدت خوش‌ساخت همراه یک داستان جذاب و گیراست. دیدن این اثر رو از دست ندید. شماره دوم لیست ما جدیدترین فیلم حال حاضره. Guys. ابیگیل فیلمی تو ژانر ترسناک و هیجان انگیز که توی سال 2023 ساخته شد و بالاخره تو سال 2024 اکران شد. کارگردان این فیلم مت بتینلی آلپینه، کسی که فیلم موفق ریدی اور نات و 2 فیلم آخر سری فیلم‌های جیغ رو هم کارگردانی کرده. داستان فیلم به شدت جالبه. این فیلم در مورد گروهی از دزدهای حرفه‌ای که دختر یک میلیاردر رو میدزدن و اون رو برای 24 ساعت توی عمارت بزرگ بیرون شهر نگار می‌دارن و از پدر اون تقاضای پول کنن. اما چیزی که اونا نمیدونن اینه که این دختر مظلوم 12 ساله اصلا انسان نیست و سرنوشت وحشتناکی انتظار اونا رو میکشه. نمره مردم به این فیلم تا الان خیلی خوب بوده. نمره 7 از 10 رو از کاربرا و امتیاز 84 از 100 رو هم از منتقدین گرفته که مثل اینکه هر دو جناح از این فیلم خوششون اومده. ابیگیل فیلمی سرگرم کننده است که میتونه تو زمان خستگی و بیحالی شما رو 2 ساعتی از دنیای اطراف جدا کنه. اما میرسیم به فیلم شماره 1، فیلمی که همه باید اون رو تماشا کنن. You have a contract. This is not your company, Ray. You sure about that? فاندر یا بنیانگذار، فیلمی که سال 2016 با بازی استادانه مایکل کیتون ساخته شده و دروغ نگم دل من یکی رو بدجور برد. داستان شگفت‌انگیز و واقعی در مورد اینکه چطور یک مرد بیکار و فقیر امپراتوری به اسم مکدونالد رو مال خودش میکنه. فقط فیلم رو پلی کنید، یک گوشه تکیه بدید تا فاندر شما رو شگفت زده کنه. این فیلم هم مثل لاین توی سال 2016 زیر بار تبلیغات فیلم‌های دیگه دیده نشد، ولی به جرئت جزو بهترین و به یاد موندنی ترین فیلم‌هایی که خود من تا به امروز دیدم. نمره مردم به فیلم فاندر تا به امروز 72 از 10 و منتقدین هم نمره 81 از 100 رو به این فیلم دادن. توی یک جمله بگم استقبال فوق‌العاده مردم و منتقدا از این فیلم و بازی مایکل کیتون قطعاً میتونه این فیلم رو حتی تو لیست فیلم‌های قرار بده که باید قبل از مرگ اونها رو تماشا کنید. پس به هیچ عنوان دیدن این فیلم و 6 فیلم دیگر رو از دست ندید. یادتون نره ویدیوی جدید 10 سریال برتر نمایش خانگی ایران و ویدیوی معرفی ممنوعه ترین فیلم تاریخ سینما رو هم در کانال به هیچ عنوان از دست ندید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال رو فراموش نکنید دوستان. خیلی مراقب خودتون باشید و تا درودی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.